أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أتجلسون وتحدثون إني أحب تلك المجالس، رحم الله من احیا امرنا. سوالشون اینه که فردای قیامت خداوند متعال در مقابل این عزاداری ها بر پای این مجالس خدا چی به ما میده؟ امام صادق روحی له الفدا که امروز روز شهادت ایشون فرمود خدایا اینی استودعک تلک الانفس. خدایا اینا عزاداران، محبین اهل بیت، محبین ما اگر از دنیا رفتند خدایا بدنهای اینها امانت پیش تو باشد تا خودمون روز قیامت حساب اینها رو برسیم. فرمود یه قطره بر سید الشهدا تمام گناهان رو پاک می کند. امروز روز شهادت امام صادق، دوران سختی بود برای امام صادق، هم از نظر مذهبی هم از نظر سیاسی. وجود غلات، ملحدین، زنادقه، معتزله، جبریه، مرجعه، تمام اینها رو باید امام صادق جواب میداد. این روایاتی که در خصوص تحریف قرآن در منابع ما وارد شده کار همینها بوده، غلات بوده. اینها دیدن که مردم به تشیع علاقمندند، لذا آمدند از درون تشیع رو از بین ببرند و این روایات رو بین مردم پخش می کردند. مفضل ابن عمر آمد خدمت امام صادق، گفت آقا جون این ابوالخطاب و جماعتش در حق شما اهل بیت غلو می کنن. فرمود لا تقاعدوهم ولا تآکلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم. با اونها ننشینید، کلام نگید، ننوشید، نخورید چیزی رو از اینها، با اینها ننشینید. اینا منحرف میکنند. امام حریص بودن برای مردم، باید با این غلات آنگونه صحبت میکردند که مردم در مقابلشون ببینند که اینها چیزی رو که اراده کردند و خط مشی رو که اتخاذ کردند خط مشی باطلی است. این ابوالخطاب و جماعتش ابتدا آمدن اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان رسول معرفی کردند و سپس به مردم گفتن اینا خدای روی زمینن. همین ابوالخطاب کوفه رو به فساد کشید، مرحوم کشی تو رجالش میگه این ابوالخطاب کاری کرد که در کوفه لهو و لعب به پا شد، تمام مردم رو به سوی فساد کشید. امام صادق فرمود اما ابوالخطاب فهو ملعون و اصحابه ملعونون فلا تجالسون معهم. ننشینید با اینها کلام نگید. جوانها رو امام روحی له الفدا آگاه میکردن، میفرمود که مواظب باشید جوانان شما رو اینها فاسد نکنن.
با اینها ننشینید، سخن نگویید. سدیر سیرفی میگه اومدم خدمت امام صادق یه جمله‌ای بگم خدمت این جوانان. میگه آمدم خدمت امام صادق گفتم آقا جون این جماعت ابوالخطاب اینا بین مردم میگن که شما الهام به شما میشه، شما در خواب مطالبی رو به شما میگن، یک اموری بر شما کشف میشه. امام انکار کردند و انکار امام به خاطر این بود که این باب نشه برای دیگران این ادعا رو نکنن به امام روحی له الفدا، هر چه رو بخواهن میتوانن علم پیدا کنن و از همه چیز آگاهن. لکن فرمودند لا تأخذ بشیء مما یقولون نحن حجت الله و امناؤه علی خلقه حلالنا من کتاب الله و حرامنا منه. ما هر چی بگیم آنچه که در قرآن آمده، آنچه که خداوند متعال فرمودند. امام میخواد بفرماد کسی نیان ادعا بکنن این مطالب رو. آخر گاهی وقتا انسان مشاهده میکند مطالبی برای جوانان گفته میشود که اونا رو ناامید میکند. میاد پیش ما، پیش عزیزانی که دیگه در هر حال جوانها به کی مراجعه کنن؟ باید از این آخونده ها سوال کنن که آقا ما ناامیدیم، این مطالبی که در حق بعضی ها نقل می شود آنچه که اهل بیت روحی لهم الفدا فرمودن اون حجته، اون ملاکه. خداوند چرا این مقام رو به شیخ انصاری داد؟ این مرد بزرگ همچین ادعایی کرده. چرا این مقام رو به سید حسین ترک کوه کمرئی داد؟ چرا به سید فشارکی خدا اون مقام رو داد؟ این سید حسین ترک یه روز زودتر از وقت درسش آمد مجلس درس، دید یه پیرمردی ژولیده از دور داره درس میده. خودش رو نزدیک کرد، دید مطالب خوبی میگوید. روز دوم زودتر اومد، روز سوم، روز چهارم شاگرداشو جمع کرد. گفت آقایون من تا حالا من استادتون بودم، اما از امروز من شاگردم. اون پیرمرد رو میبینید، این فضلش از من بیشتر است. من از امروز شاگردم، شما میخواهید بیایید، میخواهید نیایید. از باب القبله که وارد حرم میشید اول به شیخ انصاری سلام میکنید. چرا؟ خدا چرا این مقام رو بهش داد؟ حرم رو که ترک میکنید با شیخ انصاری وداع میکنید. میگه نیمه شب، ببینید خدا چه مقامی به اینها داده. اینا این ادعاها رو نکردن. نیمه شب دیدم صدای زیارت جامعه میاد، رفتم نزدیک در کربلا دیدم صدای استادم شیخ انصاری. صبح رفتم درس، گفتم آقا شما دیروز تو اون کوچه زیارت جامعه میخواندی. فرمود عزیزم من هرگاه مشکل علمی پیدا میکنم به اهل بیت روحی لهم الفدا متمسک میشوم. غلات امام روحی له الفدا باید جواب غلات رو میداد. ملحدین که حق رو انکار میکردن و به خدا شرک میورزیدن طایفه دیگری بودن که امام صادق روحی له الفدا باید جوابگوی اونا بود. سعی میکردن آیات قرآن رو نقض کنن، داخل کعبه می نشستند و این حجاج رو مسخره میکردن. ابن ابی العوجاء از ملحدین زمان امام صادق بود. خودش میگوید من 4000 حدیث حرام خدا رو حلال کردم و حلال خدا رو حرام کردم. در منابع و احادیث اونها رو جا دادم.
زمانی رو گذروندن که زندیقان طایفه‌ای بودن که عقاید خودشون رو پخش می‌کردند، به اصطلاح روشنفکر بودن، هر آنچه به ذهنشون می آمد بیان می کردند. امام روحی له الفدا باید برای مردم بیان می کردند، ملحدین رو جواب می دادن، غلات رو جواب می دادن، زنادقه رو جواب می دادن. یه مردی زندیق از مصر آمد مدینه، گفت میخوام با این جعفر الصادق مباحثه کنم، محاجه کنم، سخن بگویم. گفتن امام رفتن مکه. آمد دید امام دارد طواف میکند. امام تا نگاش بهش افتاد گفت تو بنده کی هستی؟ این فرزند تو بنده کیست؟ موند. بعد امام که طواف رو کامل کردند آمدن بیرون، ازش پرسید فلانی میدانی بالای آسمان چه خبر است؟ میدانی زیر زمین چه چیز میگذرد؟ میدانی در مشرق و مغرب چه خبر است؟ گفت نه. گفت تو که خبر نداری چرا ادعای باطل میکنی؟ چرا سموم رو منتشر میکنی و مردم رو منحرف میکنی؟ در هر حال خیلی مشکل بوده از نظر فرهنگی اون زمان. امام روحی له الفدا باید خیلی تلاش میکردن و این که مذهب ما منسوب است به امام صادق، چون زحمات امام صادق معادله رو عوض کرد، مردم رو آگاه کرد. از نظر سیاسی 5 خلیفه بنی امیه، خلیفه صفاک، این بچه سادات رو میگرفتن تو ابنیه دولتی بین جلزای دیوار زنده زنده قرار میدادن. پایه های این ساختمان رو از بچه های سادات زنده زنده می ساختن. هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید، یزید ابن ولید بن عبدالملک، ابراهیم ابن ولید و مروان ابن محمد، امام صادق دورانی رو گذروند. بارها امام رو مورد آزار و اذیت قرار دادن. 2 خلیفه صفاک دیگر در زمان بلالعباس دوران امام صادق بود. به هر بهانه‌ای مردم رو می‌کشتند. عبدالله ابن محمد مشهور به سفاح یه برادری داشت به نام یحیی ابن محمد، 18,000 نفر رو گردن زد، به طوری که در تاریخ دارد رود دجله از خون کشته شدگان تبدیل به رنگ قرمز شد. ابو جعفر منصور دوانقی چه جنایاتی رو کرد. امام صادق رو به شهادت رسوند. حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی رو به شهادت رسوند. عبدالله ابن حسن مثنی، این شخصی که نوه امام حسن علیه السلام از طرف پدر و نوه دختری از طرف امام حسین، چون فاطمه دختر امام حسین زن او بوده، زن حسن مثنی بوده که عبدالله فرزند اونه، اینها رو به شهادت رسوند. اصلا لعن بر ظالمین اهل بیت جرم بوده. اجازه بدید یه جنایت دیگه را هم از بنی العباس براتون بگم. بعد از امام صادق ادامه پیدا کرد. زمان امام رضا هارون الرشید دستور داد که بروید هر چه سادات است در خانه رعب و ترس در دل اونها ایجاد کنید. لذا عیسی جلودی می آمد در خانه سادات، هجوم می برد توی خانه
و هر آنچه داشتند رو به یغما می برد. گفته بود هارون فقط لباسی که به تن دارند باقی بماند. امام رضا که فهمیدن، این زن و بچه های سادات رو جمع کردن آوردن خانهشون. خودشون نشستن در عتبه دار. عیسی جلودی که آمد گفت اینا کیان تو خانه؟ گفت یه مش زن و بچه‌ن، چه کارشون داری؟ گفت تمام وسائلشون رو باید بدن، من باید وارد این خانه بشوم و هر آن چه توانایی دارم انجام دهم. امام فرمود به من احترام کن، تو هر چه میخوای من میگم بهت بدن، به خانه حمله نکن. امام روحی له الفدا رفتن داخل. حالا یا خودشون از خودشون چیزی رو جمع کردن یا اونها خودشون اقدام کردن، در یه بخچه‌ای قرار دادن، آوردن تحویل دادن. روزای سختی برای اهل بیت بود. لعن بر ظالمین اهل بیت جرم بود. بشار مکاری آمد خدمت امام صادق. امام روحی له الفدا قدحی از خرما رو آماده کرده بودند. بهش گفتند که بخور بشار، چرا نمیخوری؟ چرا ناراحتی؟ فرمود آقا جون من داشتم خدمت شما می آمدم، زنی پایش به چاله‌ای گیر کرد، لعن فرستاد بر ظالمین فاطمه زهرا سلام الله علیه. بعد این جلاوزه گرفتنش، شروع کردن به کتک زدن و کشان کشان او رو می بردن. ببینید زمان امام صادق چه زمانی بوده. امام فرمود بلند شو بریم مسجد سهله برای این زن دعا کنی. بعد یکی رو فرستاد، فرمود برو دنبال این افرادی که این زن رو بردن برا من خبر بیار که با این زن چگونه برخورد میکنن. امام روحی له الفدا سر از سجده برداشتن، فرمودن این زن آزاد شد، بلند شو برویم. مخبر آمد، امام صادق بهش گفت چگونه عمل کردند با این زن؟ گفت آقا جان از اینجا تا در دارالاماره او رو کتک میزدن، او هم بر ظالمین اهل بیت لعن میفرستاد. بعد در اماره که رسید یک کسی آمد 200 درهم بهش داد، گفت ما از تو معذرت میخواهیم برو. این اثر دعای امام طلاب جوانها، کاری کنید که نظر دعای امام باشید. امام زمان روحی له الفدا ابن طاووس میگه در سرداب سامرا دیدم دستاشونو بردن بالا، اشک میریزن. خدایا شیعیان ما از خمیرمایه ما خلق شدن، خدایا بعضی شیعیان ما غافلند، گناه میکنند، از میزان اعمال من بردار، در میزان اعمال اونها قرار بده. کاری کنید مورد دعای امام زمان واقع بشید. امام صادق بر اون زن دعا کرد، 200 درهم براش آوردن. هر کاری کرد اون 200 درهم رو نگرفت. این مخبر به امام صادق گفت این زن وضع مالیش خیلی خراب بود، احتیاج به این 200 درهم داشت، اما قبول نکرد. امام فرمود این مبلغ رو بر او ببرید، بگویید امام صادق به تو سلام میرساند و میگوید من از تو معذرت میخواهم که به خاطر مادرم تازیانه خوردی. میگه آمدم در خانه رو زدم، بهش گفتم زن امام صادق به تو سلام رسان. آنقدر زن گریه کرد، قش کرد، به زمین افتاد. بعد حالش که مساعد شد گفتم بهش آقا میفرماد معذرت میخواییم که به خاطر جدمون فاطمه زهرا مورد تازیانه قرار گرفتی. تو وقتی اقامه شعائر میکنی
وقتی تو این مجالس شرکت میکنی اهل بیت عکس العمل نشون میدن، راه رو بر تو باز میکنن، تو رو مورد عنایت قرار میدن. چرا مذهب ما منتسب است به امام صادق؟ وقتی که بنی امیه سقوط کردند یه فرصتی ایجاد شد. بنی العباس با شعار رضا الله رضانا اهل البیت وارد گود شدند و امام صادق روحی له الفدا از این فرصت استفاده کردند. البته بنی العباس دروغ میگفتند، خودشون سبب شهادت ائمه روحی لهم الفدا بودند، ولی در هر حال امام صادق 4000 بنابر نقلی، 7000 بنابر نقل دیگر و 12000 بنابر نقل دیگر شاگردانی رو تربیت دادن. البته اینا در یه جلسه نبوده، اینا متناوب بوده. امام متناوب هر روز هر زمانی فرصت میافتند علوم خودشون رو بیان میکردند و افراد میگرفتند. افراد شایسته‌ای مثل ابان ابن تغلب که فرمود مرگ ابان ما رو تحت تأثیر قرار داد و سبب انکسار قلب ما شد، و همچنین افراد دیگری که افتخار مذهبند. میگه خدمت امام صادق رسیدم، امام صادق دیگه خیلی لاغر شده بودن، شروع به گریه کردم. امام فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا جان دوست نداشتم شما رو در این حالت ببینم. فرمود انسان هر موقعیتی برایش حاصل شد و خداوند متعال مقدر کرد باید راضی باشد به تقدیرات الهی. همه رو جمع کرد، وصیت کردن، دیگه کم کم لحظات آخر بود. گفت برید در خانه امام صادق، از در خانه وارد نشید، از دیوار خانه وارد بشوید، رعب ایجاد کنید. در خانه امام صادق آمدن، امام در حال عبادت بودن، حمله بردن امام رو کشان می بردن. امام فرمودن اجازه بدید عمامه به سر کنم، ردا بپوشم، عبا بپوشم. اجازه ندادن. بگم امام صادق جات خالی بود، هنوز سید الشهدا زنده بود. یجول به نفسه، به اون لباس کهنه هم رحم نکردن. الا لعنت الله علی القوم.